بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که بعضی از جریان‌های مدعی از جمله احمد اسماعیل ادعا کردن که نائب خاص امام زمان هستن و نیابت خاص رو معتقدن که در دوران غیبت کبری هم ادامه داره. اون چیزی که برای ما مسلمه و جز قواعده، همون جوری که ببینیم ما وقتی میگیم قاعده یعنی اینکه اون آموزه قطعی شده است. ما یقین داریم که خدای متعال جسم نیست. پس اگر هر کسی بیاد جریان وهابیت دیگران بخوان خداوند رو به صورت جسم برای ما معرفی بکنن، میگیم آقا ما یه قاعده قطعی داریم، اصلا نمیتونیم بعضی از حرفای شما رو که دیگه شاذ و نادر و حرفای عجیب و غریبه اونها رو بپذیریم، بعد قاعده قطعیه و یقینی رو بخوایم کنار بگذاریم. همچین چیزی نیست. ما قاعده داریم که کذب الوقاتون، کسی نمیتونه توقیت بکنه، وقت برای زمان ظهور حضرت بذاره. پس اگر کسی آمد گفت مثلا فردا، پس فردا، یه سال دیگه دقیقاً فلان روز ظهور اتفاق میفته، اهل بیت فرمودن که انا اهل البیت لا نوقت، وقت نمیذاریم و کذب الوقاتون، تکذیب کنید. یه قاعده ای هم داریم به این صورته که فقط و فقط 4 نفر نائب خاص امام زمان بودن، واسطه فیض بودن، ارتباط با حضرت داشتن در دوران غیبت صغری و احدی در دوران غیبت کبری دیگه باب نیابت خاص بسته شده است و کسی نمیتونه ادعا بکنه که من نائب خاص امام زمانم. اگر کسی ادعا کرد که من نائب خاص امام زمانم باید تکذیبش بکنید، تردید نکنید. این به عنوان یه قاعده قطعی نزد متشرعه و امامیه و فقها و بزرگان ما هستش. به همین خاطر ما ادله مختلف داریم. توقیع شریف رو داریم. امام عصر علیه السلام مرحوم شیخ صدوق ذکر میکنه حضرت ولی عصر خطاب کردن به علی ابن محمد سمری نائب 4. علی ابن محمد دیگر پس از خودت فلا توسه، به کسی وصیت نکن، یعنی کسی رو دیگه معرفی نکن به عنوان نماینده و نائب خودت. فقط وقعت الغیبت التامه، چون دوران غیبت کبری آغاز شد. فراتر از این روایت‌های دیگری هم داریم، اضافه بر این روایت‌های دیگری هم داریم. روایت غیاث ابن اسید رو داریم، شیخ طوسی و دیگران نقل کردن. روایت صحیح السند محمد ابن احمد صفوانی رو داریم که از بزرگان شیعه است. اونجا تصریح میکنه محمد ابن احمد صفوانی، میگه وقتی رفتیم پیش نائب 4 گفتیم آقا بعد از شما کسی دیگه ای هست که ما به عنوان 5 مثلا بهش اعتقاد پیدا بکنیم و همونجوری که شما رو نائب 4 میدونستیم می اومدیم پیشت سوال و جوابا رو خدمت شما می آوردیم، به 5 مراجعه کنیم. علی ابن محمد سمری میفرماید که دیگر بعد از من کسی نیست و امام عصر علیه السلام به هیچ کس اشاره نکرده. پس نمیتونیم شما فردی بیاد بگه من نائب 5 6 7 10 100. ارتکاز متشرع یعنی چی؟ یعنی یقینی که در بین متشرع وجود داره. مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه ذکر میکنه، میگه در زمان جعفر ابن قولوی صاحب کامل الزیارات از فقها درجه 1 ما بوده، بزرگترین مرجع زمان خودش بوده. جعفر ابن قولوی که استاد شیخ مفید هم بوده، میگه جعفر ابن قولوی در قم زندگی میکرد، 2 نفر اومدن، یکی به اسم ابوبکر البغدادی، یکی به نام ابیدولف مجنون. اینا اومدن پیش جعفر ابن قولوی و در قم ادعا کردن نیابت خاص رو. اون کاری که جعفر ابن قولوی انجام میده امروز برایش من و شما درسه، بر مبنای صحیح قاعده است و ما هم باید این گونه برخورد بکنیم. جعفر ابن قولوی خطاب به این افرادی که ادعای نیابت خاص کرده بودن به تعبیری توی دهن اینها زد و گفت آقا این حرفی که شما میزنید باطله. چرا؟ لأن عندنا، نزد ما شیعه قطعیه است، کسی تردید نداره، مولا درزش نمیره. کسی که بعد از علی ابن محمد سمری ادعای نیابت خاص بکنه از زمان مرگ علی ابن محمد سمری الی زمان ظهور حضرت مهدی، اگر کسی ادعای نیابت خاص بکنه، جعفر ابن قولوی میفرماید که فهو کذاب کافر منمس ضال مضل، کافر گمراه حیله‌گری است که باید تکذیبش کرد. خب نه شیخ مفیدها، نه شیخ طوسی ها، نه بزرگان دیگر احدی نامی از یک نائب خاص بعد از امام زمان نبرده و ما دلیل قطعیه داریم که باب نیابت خاص بسته شده است. این باید یک مقداری اونهایی که امروز به احمد اسماعیل به عنوان نائب خاص نگاه میکنن تأمل بکنن و سوالاتی که در این زمینه هست رو پاسخ بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.